یکی از راه‌های ساده و موثر برای یادگیری بارفیکس استفاده از کش مقاومتیه. من اینجا از پاوربند استفاده میکنم. یک کش تمرینی که کمک میکنه بدن مسیر صحیح حرکت رو یاد بگیره بدون اینکه فشار زیادی بیاد. یک سر کش رو داخل کف دست راست بگیر. سمت دیگر رو ببر از پشت شونه‌هات و با دست دیگه نگه دار. به این شکل کش همزمان کمکت میکنه و مقاومت رو به نرمی تنظیم میکنه. حالا از همین وضعیت آویزون شو، اجازه بده کش کمکت کنه تا بدن بالا بیاد. اما تمرکزت رو روی کنترل و آگاهی حرکت باشه، نه فقط روی رسیدن به بالا. در مسیر برگشت آهسته پایین بیا، چون بخش پایین رفتن همونقدر مهمه که بالا رفتن. اینجا عضلاتت یاد میگیرن چطور خودشون کار کنن. اگر میخوای تمرین بارفیکس با کش رو انجام بدی، برای افزایش قدرتت کلمه بارفیکس رو زیر همین پست کامنت کن تا لینک تمرین برات ارسال بشه.